امروز فرزند مسلمان یا جوان مسلمان نسبت به یک بچه فیلم شاید معلومات خوبی داشته باشه، نسبت به یک ورزشکار معلومات خوبی داشته باشه، نسبت بالآخر به یک کسی که در دنیا به نوعی از انواع خود مطرح ساخته شاید معلومات خوبی داشته باشه. اما از او پرسان کنیم که پیامبر اسلام چی کردن، دوران مکی چگونه بود، دوران مدنی چگونه بود، فرق دوران مکی و دوران مدنی چی هست، قبل از اسلام چی وضعیتی بود، جوان مسلمان میبینیم در این عرصه سکوت میمانه. پس باید پیامبر نازنین را بشناسیم. هر قدر که ما یک شیء معرفت پیدا کنیم محبت ما به او زیاد میشه. چرا همه مردم پولر زیاد دوست دارن؟ کسی نیست که بگه من پولر دوست ندارم. چرا؟ به خاطر که همه شناختیم که خیلی از مشکلات توسط پول حل میشه و این باور رسیدیم که مشکلات زیادی توسط پول حل میشه. همه دوست دارن. این را چون فهمیدیم، وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را شناسیم میدانیم که شناخت رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم بالاتر از همه چیز هست. از زین العابدین که میفرمایند ما به فرزندان خود مثل که سور قرآن را یاد میدادیم که حفظ بکنن، سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را چنین یاد میدادیم که اونها حفظ کنند.